مدیتیشن امروز رو میخوام شروع کنیم، اما متفاوت از آداب و رسوم همیشه. این بار میخوام بهت بگم که هر جا که هستی همونجا باش. هر وضعیتی داری همون خوبه. نشستی، ایستادی، دراز کشیدی، نور اتاق کمه، نور اتاق زیاده، هر جوری که هست خوبه. فقط مهمه که آروم باشی و حس خوب داشته باشی با خودت، با محیط خودت. آرامش تنها چیزی هستش که میخوام داشته باشی. به لباس و عینک و ساعت و به چی فکر نکن. بهترین حالتی که دوست داری رو انتخاب کن. دنبال درست ترین نباش. فقط راحت ترین رو بر خودت انتخاب کن. میخوای چشماتو ببند، میخوای چشمات رو باز بذار. هیچ کاری نمیخواد بکنی و اصلا نمیخواد زور بزنی. فقط باش. حالا به تنفست فکر کن. تنفس عادیت. نه تغییرش بده، نه تنفس عمیق بکش. فقط به تنفست نگاه کن. تنفسی که الان هست و تو رو تو لحظه حال نگه میداره. بهش دقت کن. همه چیز توی تو هست. در لحظه، در اکنون. فقط کافیه ذهن اون رو خراب نکنه. ذهن راه رو طولانی تر نکنه و مقصد رو دورتر نکنه. ما الان نمیخوایم هدف گذاری کنیم، نمیخوایم سوال و جواب کنیم، نمیخوایم به چیزی اجازه بدیم، هیچ کار نمیخوایم بکنیم. فقط میخوایم آروم باشیم و در لحظه حال باشیم. نیت ما این هستش که به خودمون اجازه بدیم، به درونمون اجازه بدیم. سکوت ذهن و آرامش. ممکنه فکرهای مزاحم بیاد سراغت. خاطره ها، نگرانی ها، برنامه ریختن. حواست باشه همه اینها کار ذهنه. بدون قضاوت، بدون اینکه فکر کنی این درسته یا غلطه، فقط برگرد تو وجود خودت و آروم باش. این فکرها دشمن تو نیستن. هیچ کدوم مانعی برای کار تو نیستن. خیلی عادیه. این فکرها میان و میرن. فقط کافیه توجه بهشون نکنی و آروم باشی.
من از 20 تا 1 میخوام بشمارم. با رسیدن به شماره 1 آرامش کاملی رو تو وجود خودت حس خواهی کرد. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حالا ذهنت دیگه آروم میشه و تو آرامش خیلی خوبی رو داری احساس میکنی. پس تو همین وضعیت آرامش باقی بمون و به درون خودت نگاه کن، به آرامش درون خودت. هر فکری اومد سراغت بذار آروم از کنارت عبور کنه. به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکن. حالا توجه تو ببر روی بدنت. به قسمت‌های مختلف بدنت توجه کن. جایی که داری حس فشار می‌کنی، جایی که وزن بدنت رو داری احساس می‌کنی. شاید یه قسمت از بدنت داره گرم میشه، سرد میشه. شاید یه گزگز کرخته‌ای. شاید خارش یه جایی از بدن داری احساس می‌کنی. به اون توجه کن. هیچ حرکتی نکن، مخالفت باهاش نکن، کاری برای بهبودش نکن، قضاوتش نکن، فقط بهش توجه کن. لازم نیست بدنتو مجبور به آرامش کنی. اگه تنش هم داری بذار باشه. هر حسی داری حس خوبیه، چون مال توه، مال لحظه اکنونه و این حس کمک میکنه به اینی که تو در لحظه اکنون باقی بمونی. پس خیلی هم خوبه، خیلی هم عادیه. نگاش کن.
این تمرین تمرین اجازه است. پس اجازه بده این حس‌ها همونجوری که هستن باشن. اگه دوست دارن خودشون کم میشن. ممکنه این حس در یه جای بدن از بین بره و یه جای دیگه یه حس دیگه یا شاید هم عین حس قبلی برگرده. اصلا مهم نیست، قضاوت نکن، فقط نگاه کن. شاید به تدریج کمتر و کمتر بشن، ولی اگر نشدن مهم نیست، فقط نگاهشون کن. ما تو زندگی عادت داریم صبح تا شب داریم تلاش میکنیم و فکر میکنیم زندگی کردن یعنی تلاش کردن. ولی الان میخوایم تلاش نکنیم. حس کن با هر دم آرامش رو وارد وجود خودت میکنی و با هر بازدم تلاش کردن رو رها میکنی. دم بازدم. نمیخواد زور بزنی، نمیخواد چیزی رو تصور کنی. فقط کافی دخالت نکنی و اجازه بدی بدن که خودش بلده آروم بشه. تلاش‌های ذهنی رو رها بکنه و آرامش رو جایگزین کنه. کاری که خودش بلده، اما ما اجازه نمیدادیم بهش که سلامت و راحت زندگیش رو بکنه. دم بازدم. موقع بازدم تلاش رو بریز بیرون.
به محیط توجه کن. شاید صدایی از توی خونه، شاید صدایی از بیرون داره میاد. دقت کن بهش. این صداهایی هستش که در همین لحظه داره میاد. کمک میکنه به تو که در لحظه باشی. کمک میکنه بهت که با ذهنت به گذشته نری. کمک میکنه بهت که با ذهنت به آینده نری. پس به محیط دقت کن. حالا بدون تصویرسازی، بدون جمله، به تنفس دقت کن، به بدن دقت کن. آگاهی از بودن، به بودن دقت کن. به حس یا این بار به هیجاناتی که تو وجودت دقت کن. شاید خسته شدی، کسل شدی. شاید اشک توی چشمات جمع شده. خوشحالی، ناراحتی، هر حسی داری بپذیرش. هیچ حالتی اشتباه نیست. هر حسی داری خوبه، درسته. ممکنه به این فکر میکنی که چرا دارم این کارا رو میکنم؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ هیچ درمان فوری قرار نیست اتفاق بیفته. این فقط یک فضاییه که تو داری برای خودت درست میکنی، برای اینکه آروم باشی، برای اینکه یاد بگیری که در لحظه زندگی کنی، برای اینکه تلاش کنی مایندفول باشی، ذهن آگاه باشی، برای اینکه بتونی ذهنتو آروم بکنی. ذهنی که رنج‌های زیادی رو برای ما تو زندگی درست میکنه. فقط همین. و این خودش بزرگترین کاریه که الان داری برای خودت انجام میدی.
حالا احساس کن دنیا داره به سمت تو نگاه میکنه، بهت میخنده. دنیا داره به تو عشق میده و تو این عشق رو داری احساس میکنی به صورت گرما و به صورت یک حس خوشایند. این حس رو دریافت کن. چون دنیا تو رو دوست داره و بهترین ها رو برای تو میخواد، اما نه بهترین هایی که ذهنت میخواد. چیزهایی که برای تو و درس گرفتن تو بهترینه. دنیا تو رو دوست داره و تو این رو داری الان احساس میکنی. برای همین تو هم خودتو دوست داری. تمام افکار، احساسات، تمام قسمت‌های بدنت، تمام گذشتت رو میپذیری و دوست داری. با عشق به خودت نگاه کن، به گذشتت نگاه کن، به اطرافیانت نگاه کن و از بودنت لذت ببر. حس خوشایند عشق در وجودت میچرخه و تو داری اونو احساس میکنی. آروم آروم میخوایم کارمون رو تموم کنیم و مدیتیشنمون رو به پایان برسونیم. کار بزرگی برای خودمون کردیم
آرامش خیلی خوبی رو تجربه کردیم، در حال بودن رو تجربه کردیم. نیت میکنیم تا شماره 3 بشماریم و با رسیدن به شماره 3 در سطح آگاهی اولیه باشیم. 1. یه نفس عمیق میکشیم. 2. دست و پامون رو تکون میدیم، جسممون رو احساس میکنیم، راحت هستیم و با شماره 3 آروم آروم میتونیم چشممون رو باز کنیم. خیلی ممنون از اینکه این مدیتیشن رو هم با من همراه بودید. امیدوارم که تجربه خوبی بوده باشه و حتما یادتون باشه که این مدیتیشن هم مثل موارد دیگه باید تکرار بشه تا بتونه نتیجه خوب و دائمی رو روی ما بذاره. به امید اینکه یه مدیتیشن دیگه و یه بار دیگه با هم همراه باشیم. خدا نگهدار.